بالاخره شکایت رسمی ما با دادگاه بین المللی فرستاده شد و دیروز ادوکات‌های ما خبر دادند که این کار به شکل رسمی انجام شد و زحمت و تلاش 4 ساله تیمی ما، کمانده ما که هم از شهروندان تاجیکستان عبارت بود و هم از سازمان‌های بین المللی و ادوکات‌های پرتجربه بین المللی نهایتاً به این نتیجه رسید. اما این نتیجه نهایی نیست، زیرا این تنها هنوز شکایت است و دادگاه بین المللی از روی تجربه و از روی معیارهای خودش باید این شکایت رو بیاموزد. این وقت نیاز دارد و بعداً تصمیم میگیرد که آیا دلیل‌های ما کافی هستند برای آنکه پرونده جنایی باز کند و حکم صادر کند نسبت رهبریت جمهوری تاجیکستان، نسبت اون کسانی که این جنایت‌ها را صادر کردند. این شکایت ما بر کدام اساس است و چگونه دعواها در آن وجود دارد؟ پیش از همه این جنایت علیه بشریت، یعنی در اون فکت‌هایی که ما جمع‌آوری کردیم از طرف مقامات تاجیکستان نشانه‌های آشکار جنایت علیه بشریت و انسانیت وجود دارد. بعداً این کشتار، گروگانگیری، دزدیدن و گروگانگیری خیش و تبار مخالفین، مصادره غیرقانونی اموال و کشتارهای بدون دادگاه و محکمه و در مجموع خود ادوکات‌ها وکیلان ما اظهار کردند که قبل از آن که فرستاده شود این پرونده که اون سندهایی که ما جمع‌آوری کردیم و اون شکایت رسمی که بیشتر از 246 صفحه هست، نزدیک 250 و بیشتر از 1000 صفحه فکت و دلیل جمع‌آوری شده است، ویدیو متریال ها، اودیو، نشاندادها و بیانیه‌های شاهدان و کسانی که جبر دیدگان. در مجموع از روی تجربه که وکیلان دارند آنها گفتند که شانس یا پیروزی ما در دادگاه بین المللی خیلی بالا است. البته این را باید بگویم که این کاری که انجام شد از طرف این 3 سازمان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بنیاد اوکراینی ولنتیرهای جهانی و سازمان فریدم فور یوریشن، یک کاری بود که در سطح جهانی تقریبا نظیر ندارد، چون همین گونه پرونده را به دادگاه بین المللی در این حجم و مدت 4 سال تیار کردن از روی تجربه میلیون ها دلار خرج دارد و کاری یک کمانی قوی ادوکات‌های جهانی را طلب میکند. اما با تشبث و با زحمت شبانه روزی خودی فعالان تاجیک پیش از همه که من اینجا مینداری خود را بیان میکنم و خسته نشدن، تلاش‌های پی هم و البته دوستان بین المللی ما بالاخره با یک خراجات کمتر ولی با نتیجه بهتر این کار انجام شد و این بار دیگر نشان میدهد که ملت تاجیک این همه اذیت را کشید تنها نیست و اونهایی که همیشه انتقاد میکنن، تنقید میکردن که مخالفین در کجا است، حزب نهضت در کجا است، چرا فعالیت نمیکند، همین کار خودش بیانگر آن است که 80% کار سیاسی، کار حقوقی، این کاری آشکار نیست، این کاری پنهانی است. بگذار تنقید شود، بگذار شکایت ها باشند، اما مهم که ما به مرحله نهایی برسیم و من فکر میکنم که این کار یک میتوان گفت که یک کمک خیلی هم کلان معنوی به زندانی‌های سیاسی ما است، به مردم تاجیک است، به همه کسانی که از دست جنایتکاران در سطح دولتی اذیت کشیدند.